سلام، من اسکندر خواجه میرزاده شما را با مختصری رویدادهای دوشنبه 20 اپریل آشنا می کنم. مقامات تاجیکستان در پی مشخص کردن هویت فرد و یا گروهی هستند که شام 18 اپریل وارد مکتب رقم 44 جماعت باقی رحیمزاده ناحیه رشت شده به مدیر و معلمه های این مکتب نامه گذاشتند که دیگر به کار نآیند وگرنه جزای سخت قتل در انتظارشان است. یک منصبدار محلی منطقه کمراب ناحیه رشت روز 20 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی این خبر را تصدیق کرد و افزود که وقتی آنها به مکتب رفتند 2 خریطه تاجیکستان و اینچنین گزیته های دیواری را سوخته دریافتند. این منصبدار همچنین گفت که هنوز در منطقه رشت گروه های به قول او خودسر وجود دارند. منطقه رشت در سال 2010 در پی حمله خونین به کاروان ماشین های سربازان وزارت مدافع تاجیکستان در سرخط رسانه ها قرار گرفته بود. مقامات بعد از این حمله عملیات نظامی در رشت را شروع کردند که با محو گروه علی بیدکی و بعداً دسته سلاح به دست ملا عبدالله به انجام رسیده بود. مادر یک جوان 25 ساله میگوید پسرش از سوی مفتش آژانسی نظارت بر گردش مواد نشه‌آور نزد پرزیدنت تاجیکستان بازداشت شد، اما جسد بیجان او را بعد از 5 روز از سردخانه دانشگاه طبی در منطقه میدگرداک پایتخت تاجیکستان پیدا کردند. تاجینیسا کریمووا ساکن محله 91 شهر دوشنبه به رادیوی آزادی گفت پسرش شمس‌الدین زیدالله‌وی 25 ساله را روز 6 اپریل بازداشت نمودند، ولی در تاریخ 13 اپریل جسد او را که در آن نشانه‌های ضربالت معلوم می‌شد از سردخانه میدگرداک پیدا کردند. اما آژانسی نظارت بر گردش مواد مخدر نزد پرزیدنت تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت واقعاً جوان با نام شمس‌الدین زیدالله‌و به گمان پهن و فروختن مواد مخدر دستگیر و در بازداشتگاه موقت آژانسی نگهداری می‌شد. خوشنود رحمت‌الله‌و سخنگوی آژانس نظارت بر گردش غیرقانونی مواد مخدر نزد پرزیدنت تاجیکستان گفت کارمندان آژانسی زیدالله‌و را برای طبابت به بیمارخانه نرکولوژی بردند، اما وی معالجه را به گردن نگرفت و خواست که دوباره به توقیفگاه آورده شود. گفتن که شب همینجا خوب را گفتن همینجا مونږ نه و بچه و چی نویس به دست خودش کاغذ نویس که من نمیستم در نرکولوژی گفتم شب همینجا وایساد ساعت 5 سحر همون لومکش خفی ساعت 5 سحر دلش از کار موندم بچه. سالهای اخیر چند قضیه پرسر و صدای مربوط به اتهام شکنجه بازداشت شده ها و محبوسان ورد زبان رسانه ها شده است. امروز در صرافی های دوشنبه قرب دلار ایالات متحده آمریکا کم بالا رفته $1 به حساب میانه به 6 سامانی و 40 درم فروخته می شد. هفته گذشته بانک ملی تاجیکستان با اشاره به ضرورت حفظ ثبات در بازار ارز فعالیت صرافی های خصوصی را منع کرده بود. روز جمعه در صحبت با رادیوی آزادی راهبر خدمات مطبوعاتی بانک عبدالغفار قربانوف این تصمیم را به شکایت روزافزون بانک های تجارتی کشور از فعالیت صرافی های خصوصی بستگی داد. روز دوشنبه اکثر صرافی های خصوصی بسته و بعضیشان حتی لوحه های تبادل را برکنار می نمودند، ولی قرب سامانی هنوز هم استوار نشده است. کرسی ما این مثال کرسی ناسیونال بانک مثال تصدیق کرده 640 میگه مثال 650 میگه 660 میگه کاری که 670 خریدگیه ما نمیگیریم مثال امی حساب کم عوض میشود دلار. در تاجیکستان هفته اروپایی ایمونیزاسیون یا خود امگذرانی آغاز یافت. در یک نشست بخشیده به آغاز این چاره‌بینی منصبداران وزارت بهداشت تاجیکستان گفتند که امسال در مرکز توجه محو فاصله ها در امگذرانی بوده است. به قول نوروز جعفرов معاون وزیر تندرستی تاجیکستان در دوام یک هفته نمایندگان آنها به شهر و ناحیه ها سفر نموده میان مردم ضرر و منفیت امکانی کودکان را میفهمانند. همچنین در این هفته برای بلند برداشتن دانش کارمندان طب هم سمینارها تشکیل کرده می شوند. خادمان وزارت بهداشت تاجیکستان می گویند سالانه در تاجیکستان حدود 150,000 کودک واکسینه می گیرند و این عمل باعث کاهش بیماری های سرایتی میان کودکان شده است. روز شنبه دو نیم ماراتونی شهر دوشنبه که در چارچوب تجلیل روز پایتخت تاجیکستان برگزار گشت با پیروزی ورزشکاران روس یوری چیچون و یولیا چیژنکو به انجام رسید.
جایهای دوم را هم در بین مردان و هم در بین زنان ورزشگران از ازبکستان اندری پیتروف و مارینا خیملیوسکایا اشغال نمودند. نیم ماراتون بین المللی دوشنبه که مسافه 21 کیلومتر و 97 متر را در بر میگیرد از سال 2014 هم به تقویم مسابقات دو جهانی شامل گردیده است. گلبهار غفارова حجونگار شناخته تاجیک که شام 13 اپریل در پی یک صدمه بستری می باشد در صحبت با خبرنگار رادیوی آزادی گفت وضع سلامتیش بهتر شده است. خدا خواهد آمد این حالی خلاص نمیشه ولی من هیم ولی همین جبه من. گلبهار غفارова که قبلا عضو تئاتر استودیوی خندین کمان و حالا عضو گروه هنری دانا و کانا می باشد شام 13 اپریل در خوجند با ماشینش به صدمه دچار شده چند روز بیهوش بود. در صحبت با خبرنگار رادیوی آزادی فرزان محمدی هنرمند مجروح گفت هنگام صدمه سر و قبرغه‌هایش آسیب دیدند. غفارова به هواداران هنرش وعده داد که بعد تخمینا یک ماه به صحنه برمیگردد. از دکترها گفته که من دربارش گام نمیزنم دیگه گفتگی. اینجا بریم خدا خواهد بسیار چیزایی عجایب دیداسی هم اینجا یک کنسرت درباره بیماران میشه. مصاحبه گلبهار غفارova و دیگر رویدادهای تاجیکستان و جهان را در شکل مفصل در سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی و صحیفه های ما در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک و ادناکلاسنیکی پیدا کنید.